به نام خدا، درس دوم از فصل 2 عددهای حقیقی رو شروع می‌کنیم. قبلا در مورد عددهای طبیعی با هم صحبت کردیم. عددهای طبیعی همون اعداد 1 2 3 الی بی‌نهایت هستند. بعد از اون دسته بزرگتری داریم به نام عددهای حسابی یا همون W که یه صفر بیشتر داره و بعد از اون اعداد صحیح یا ضد هستن که شامل تمام منفی‌ها، صفر و مثبت‌ها میشه و بعد از اون هم اعداد گویا یا همون Q هستن که اینها همه از N تا Q داخل هم قرار گرفتن، یعنی N زیر مجموعه W زیر مجموعه Z و Z زیر مجموعه Q هستش. دسته جدید دیگه از اعداد داریم به نام اعداد گنگ که اونها رو با Q پریم نشون میدیم. Q پریم مثل رادیکال 10، رادیکال هایی که مربع کامل نباشن مثل رادیکال 2. عدد P، عددهای اعشاری که تعداد رقم‌هاشون بیشماره ولی تناوب ندارن. من به صورت تکرار اینجا نمیبینم عددها رو که تکرار شده باشن، تناوبی در اینها نمیبینم، پس بنابراین جزو عددهای گویا نیستن و گنگ هستن. نکته که وجود داره بین Q و Q پریم اشتراکی وجود نداره. اشتراک بین Q و Q پریم تویی هستش، ولی از اجتماع این دوتا دسته بزرگتری از اعداد به نام R یعنی اعداد حقیقی تشکیل میشه. نکته ها رو من اینجا یادداشت کردم. گفتم N، W، Z و Q هیچ کدوم زیر مجموعه Q پریم نیستن به خاطر که کاملا مجزا هستن. رادیکال های گنگ هستن که مربع کامل نباشن مثل رادیکال 2، مثل رادیکال 5، مثل رادیکال 10 و رادیکال هایی که مربع کامل نیستن. ولی مثلا رادیکال 25 نمیتونه عدد گنگ باشه به دلیل اینکه مربع هستش و ریشه داره. رادیکال 9 عدد گنگ نیستش. خب، نمایش عدد گنگ روی محور. من ابتدا با رادیکال 2 شروع میکنم. میخوام رادیکال 2 رو روی محور اعداد نشون بدم. ببینید رادیکال 2 یک نمایشی از یک مثلثی هستش که این وترش اندازش برابر است با رادیکال 2 که شما این رادیکال 2 رو که اینجا پیدا کردین میتونین روی محور اون رو نمایشش بدین. به این ترتیب عمل میکنید. شما مربع‌های قبل از عدد 2 رو میگین. مربع‌های قبل از عدد 2 میشه 1. من یه بار دیگه عددهای مربعی رو بنویسم. عددهای مربعی میشن 1 4 9 16. ما به اینها میگیم عددهای مربعی، عددهایی که مجذور هستن. خب قبل از 2 ما فقط 1 رو داریم. حالا میخوایم این دوتا ضلعی که اینجا داریم از طریق رابطه فیثاغورس که برابر هست A2 برابر است به B2 به علاوه C2. اینجا قرار هستش که من رادیکال 2 رو که به توان برسونم به عدد 2 برسم. پس B2 باید 1 باشه، C2 هم باید 1 باشه که از جمعشون به عدد 2 برسه. خب حالا ریشه B2 میشه 1 و ریشه C2 هم میشه 1. این مثلث رو شما روی محور باید پیاده بکنید و وترش به شما رادیکال 2 رو میده. برای این کار اینجا چون رادیکال 2 نقطه شروع نداره از صفر شروع میکنید. به اندازه ضلع‌های قائمه یکیش رو روی محور میریم. الان یکی از ضلع‌های قائمه رو من اینجا رفتم و یکی از ضلع‌های قائمه رو اینجا میرم. این قسمت رو که به هم وصل بکنم وتر رو به من میده. خب این یکی از ضلع هاست، این هم یکی از ضلع های قائمه است. اینجا علامت 90 درجه رو داریم، اینجا وتر رو به من میده که اندازه وتر برابر بود با رادیکال 2. پس من الان مقدار رادیکال 2 رو تونستم توی این مثلث قائم الزاویه پیدا بکنم. حالا این رو میخوام روی محور پیادش بکنم. برای این کار شما باید دهانه پرگار رو به اندازه این خطی که رادیکال 2 در اومده باز بکنید و از اینجا یک کمان بزنید تا محورتون رو در یک نقطه قطع بکنه. این نقطه‌ای که الان شما به دست میارین مقدار رادیکال 2 رو داره روی محور نشون میده. خب حالا برای اینکه شما دقیقاً بفهمید که آیا جاش رو درست پیدا کردید باید بدونید که رادیکال 2 بین کدوم عددها قرار گرفته. رادیکال 2 بین مربع‌های گفتیم 1 یعنی رادیکال 1 و رادیکال 4 قرار گرفته به دلیل اینکه بین
مربع های 1 و 4 قرار گرفته. اگر ریشه این رو بگیریم میشه 1 و ریشه این رو بگیریم میشه 2. پس رادیکال 2 بین 1 و 2 قرار گرفته که ما درست اون رو پیدا کردیم. خب قسمت بعدی میخوایم رادیکال 10 رو روی محور پیدا کنیم. به همین ترتیب از طریق رابطه فیثاغورس میایم عمل میکنیم. ابتدا من رابطه فیثاغورس رو مینویسم. قرار هست که وتر رادیکال 10 باشه و من این مثلث قائم الزاویه رو که ببرم روی محور اعداد، این رادیکال 10 رو که وتر هست رو روی محور اعداد داشته باشم. خب این آ وترمونه، اینجا بیه و اینجا هم سی هستش. خب حالا آ رو باید به توان 2 برسونم. آ به توان 2 میشه 10. حالا باید از مربع‌های قبل 10 استفاده بکنم و این جمع رو درست کنم. مربع‌های قبل از عدد 10 رو پیدا می‌کنیم. میشه 1 4 و 9. از جمع 1 و 9 به عدد 10 میرسیم. پس اینجا 1 و اینجا 9 هستش که جمع 10 رو به من میده. خب حالا میخوام مقدار ب و 3 رو داشته باشم. من ب2 رو دارم 1، پس ب هم میشه 1. c2 رو دارم 9، پس c برابر میشه با 3. الان ضلع‌های مثلث قائم الزاویه رو به دست آوردم. کافیه اونها رو روی محور اعداد برم پیادهشون کنم. خب بهتر هستش که ضلع بزرگ رو روی محور بریم. من به اندازه 3 واحد روی محور نشون میدم. خب این ضلع سیمون که 3 واحده. حالا به اندازه ضلع دیگر قائم الزاویه‌مون که 1 به سمت بالا میرم. اینجا باید همیشه شما زاویه 90 درجه را داشته باشین. خب اینم میشه 1 واحد. حالا این رو به این وصل میکنیم. الان وتری که من به دست آوردم مقدار رادیکال 10 رو داره به من نشون میده. اینجا 3 واحد، اینجا 1 واحد. این همین مثلثی هستش که من آوردم روی محور گذاشتمش و رادیکال 10 رو که میخواستم الان به دست آوردم. حالا شما کافیه دهانه پرگارتون رو به اندازه این خط که مقدارش رادیکال 2 باز بکنید و یک کمان بزنید که این کمان محور شما رو در نقطه قطع میکنه و این نقطه به شما رادیکال 10 رو نشون میده. حالا باز برای اینکه مجددا من بفهمم که آیا رادیکال 10 بین 3 و 4 قرار گرفته من درست حل کردم، کافیه مربع‌های قبل و بعدش رو بگم. خب اینجا می نویسیم رادیکال 10 بین کدوم مربع ها قرار گرفته. خب رادیکال 10 بین کدوم مربع ها قرار گرفته؟ 3 3 تا 9 تا 4 4 تا 16 تا. ریشه‌ش رو میگیریم 3 و 4. خب ما هم بین 3 و 4 پیدا کردیم، پس درست حل کردیم. مثال بعدی یک عددی هم قبل از این رادیکال وجود داره. این رو ما بهش نقطه شروع میگیم. یعنی اینکه شما اولین کاری که میکنین نقطه شروعتون رو که منفی 1 هست رو مشخص میکنین. پس من به این میگم نقطه شروع. من نقطه شروع رو میرم پیدا میکنم اینجا. خب دومین کاری که میکنید به علامت اینجا توجه میکنید. منفی به شما میگه که به سمت چپ حرکت بکنید و مثبت میگه به سمت راست حرکت بکنید. پس من باید الان به سمت اعداد منفی حرکت داشته باشم. این رو هم توجه بهش کردم. حالا کافیه برم رادیکال 5 رو مقدارش رو پیدا کنم، اون مثلث رو شناسایی بکنم که اون رو بتونم روی این محور اعداد پیادهش بکنم. خب حالا ما یک مثلثی داریم که وترش برابر هست رادیکال 5. از رابطه فیثاغورس مجددا استفاده می کنم. آ را اگر به توان 2 برسونم برابر با 5 میشه. خب مربع‌های قبل 5 رو میگم. قبل از 5 چه مربع‌هایی داریم؟ 1 4 9 نیستش چون دیگه بزرگتره و از جمع 1 و 4 به 5 میرسم. پس من اگر 1 رو به علاوه 4 بکنم به عدد 5 میرسم. خب اینها B2 و C2 من رو داره نشون میده ولی من B رو میخوام، پس باید ریشه‌ش رو بگیرم. خب ریشه 1 میشه 1، ریشه 4 میشه 2. الان اضلاع مثلث قائم الزاویه پیدا شدن و شما کافیه اون رو روی محور پیادهش بکنیم. خب
برای این کار 2 رو روی محور اعداد نشون میدیم. این از 2. گفتیم چرا به این طرف حرکت میکنیم؟ چون قبل از رادیکال 5 منها داشتیم، پس حرکت من باید به سمت منفی ها باشه. خب ضلع دیگه 1. 1 رو هم اینجا میره. این قسمت رو هم به این وصل میکنیم و وترمون رو که همون مقدار رادیکال 5 هست پیدا میکنیم. خب اینجا میشه رادیکال 5. بعد از اینکه رادیکال 5 رو پیدا کردین، شما دهانه پرگارتون رو به اندازه این خط رادیکال 5 باز میکنید و یک کمان میزنید و این کمان شما محور رو در نقطه قطع خواهد کرد که این نقطه نشون دهنده منهای 1 منهای رادیکال 5 خواهد بود. حالا من برای اینکه بفهمم آیا دقیق بین این منفی 3 و منفی 4 نقطه رو مشخص کردم، یک امتحان میکنم. میگیم منفی رادیکال 5 مربع‌های قبل و بعدش رو میگیم. فقط میدونیم در اعداد منفی اتفاقی که میفته هرچه عدد منفی کوچکتر باشه بزرگتر هستش. پس بنابراین اینجا منفی رادیکال 9 و اینجا منفی رادیکال 4 ریشش رو که بگیریم میشه منفی 3 و اینجا هم میشه منفی 2. خب الان شاید با خودتون بگین که من بین منفی 3 و منفی 2 رو که نشون ندادم، به دلیلی که ما داریم نقطه شروع هستیم. نقطه شروع رو باید به این دوتا اعداد بدم. حالا منفی 3 و منفی 1 میشه منفی 4، منفی 2 و منفی 1 میشه منفی 3. بین منفی 3 و منفی 4 قرار گرفتم. اینهایی که اینجا انجام دادیم رو من به صورت نکته اینجا نوشتم. گفتم ابتدا به نقطه شروع توجه کنید که در اینجا منفی 1 هستش. جهت حرکت رو حتما توجه داشته باشین. قبل از رادیکالتون منفی دارین یا مثبت. اینجا چون منفی داشتیم به سمت چپ حرکت کردیم. از رابطه فیثاغورس استفاده کنید. مربع‌های قبل از رادیکال رو پیدا کنید. گاهی اوقات عدد مربعی پیدا نمیشه، مثل رادیکال 3 که من الان اینجا میخوام رادیکال 3 رو رسمش کنم و مجبورم ابتدا رادیکال 2 رو رسمش بکنم. خب برای این کار من این مثلث فیثاغورسم رو که وترش A, B و C هستش در نظر میگیرم. خب اگر اینجا رادیکال 3 باشه و من از رابطه فیثاغورس بخوام استفاده بکنم، خب این رادیکال 3 رو که به توان 2 برسونم A2 میشه، پس میشه 3. مربع‌های قبل رادیکال 3 فقط 1. خب من 1 رو می نویسم. 1 تنها جمعی که میتونم من داشته باشم که به 3 برسم عدد 2 هستش. خب ریشه های اینا رو میخوام بگیرم. ریشه 1 B2 1، پس B میشه 1. C2 2، پس C میشه رادیکال 2. پس من الان اول باید رادیکال 2 رو پیدا کنم. برای این کار مجددا باید از رابطه فیثاغورس استفاده کنم، یا اینکه رادیکال 2 رو توی ذهنتون داشته باشین که هر دو تا ضلعش 1 و 1 هستش. حالا من چون این رو بالا رسم کردم دیگه نیازی نیست که رابطه فیثاغورس رو استفاده بکنم. من میدونم که هر دو تا ضلع مثلث قائم الزاویه من 1. این 1 واحد، این هم 1 واحد. این رو به این وصل میکنیم و اینجا به من رادیکال 2 رو میده. خب شما الان مقدار رادیکال 2 رو به دست آوردین. این یکی از ضلع‌های مثلث قائم الزاویه شما هستش. برای اینکه ضلع دیگر رو داشته باشید باید مجددا به این عمود کنید. خب من اینجا رو عمود میکنم. خب این رو به این وصل میکنم. اینجا 1، اینجا هم علامت 90 درجه رو داریم، اینجا هم علامت 90 درجه رو داریم. مثلثی که یکی از اضلاع قائمش رادیکال 2 و ضلع دیگر 1 باشه، اینجا رادیکال 3 رو به ما میده. حالا برای این که شما اون رو روی محور نشون بدین باید دهانه پرگارتون رو به اندازه رادیکال 3 باز بکنید و یک کمان روی محور بزنید. این نقطه نشون دهنده رادیکال 3 هستش. حالا من برای اینکه دقیقاً متوجه بشم آیا رادیکال 3 بین 1 و 2 باید مربع‌های قبل و بعدش رو بگم. رادیکال 3 مربع قبلش میشه 1، مربع بعدش میشه 4. یعنی ریشش رو که بگیرم بین 1 و 2 قرار گرفته که ما توی محور اون رو درست پیدا کردیم.
خب سوال بعدی سوال خیلی مهمی هستش. اینجا نیاز به رسم نداریم، فقط شما باید بگیم بین کدوم دو تا عدد صحیح قرار گرفته. اینجا شما کافیه رادیکال 5 رو مربع‌های قبل و بعدش رو پیدا کنید. مربع‌های قبلش میشه 4 و مربع بعدش هم میشه 9. ریشه 4 میشه 2 و ریشه 9 میشه 3. خب بعد از اینکه این کار رو کردین، نقطه شروع رو به دو طرف میدیم. حواستون باشه که نقطه شروع شما دارای چه علامتی هستش. من -2 رو به دو طرف میدم. 2-2 0، 3-2 1. پس بین 0 و 1 قرار گرفته. بین 0 و 1. خب سوال بعدی. پیدا کردن اعداد گنگ و گویا بین اعداد. من زمانی که بین رادیکال 5 و رادیکال 10 بخوام اعداد گنگ رو پیدا بکنم، کافیه که رادیکال 5 رو اینجا بنویسم و رادیکال 10 رو اینجا. هر کدوم از رادیکال هایی که مربع کامل نباشن عددهای گنگ میتونن باشن. مثلا رادیکال 6، رادیکال 7، رادیکال 8. حتی میتونم ممیزی بنویسم، مثلا 8-1. اینها عددهای گنگی هستن که بین رادیکال 5 و رادیکال 10 وجود دارن. کیو پریم. خب حالا برای اینکه گویا بنویسیم بین رادیکال 5 و رادیکال 10 باید از مربع کامل استفاده کنیم. بین این دوتا تنها مربع کاملی که وجود داره رادیکال 9 که همون عدد 3 رو به من میده. پس این گویا هستش. مربع کامل دیگه ای بینش نداریم، پس بنابراین یک دونه عدد گویا داریم. سوال بعدی گفته بین دو عدد 2 و 3 4 تا گنگ بنویسید. برای این کار حواستون باشه اول حتما باید اینها رو به صورت رادیکال بنویسید. یعنی 2 رو اول باید ببینین چه رادیکالی بوده که شده 2 میشه رادیکال 4. 3 میشه رادیکال 9. اول حتما اونها رو به صورت رادیکالی بنویسین. حالا بینشون میتونین 4 تا گنگ رو پیدا کنید. مثلا رادیکال 5 رادیکال 5 ممیزه 1 رادیکال 6. اینها یکی دیگه هم بنویسم چون گفته 4 تا رادیکال 7. اینها عددهای گنگی هستن که شما میتونید بین رادیکال 4 و رادیکال 9 داشته باشید. قسمت بعدی درستی یا نادرستیه. هر یک از اینها رو میخوایم مشخص بکنیم. خب اولی گفته رادیکال 25 عضو کیو پریم یا گنگه. خب رادیکال 25 مربع کامله. گفتیم مربع کامل ریشه داره، پس این نمیتونه عضو کیو پریم باشه، پس غلطه. 400. اگر اعشار میبینین بهتر اونو اول کسرش کنین تا راحت تر بتونین تشخیص بدین. 4 و 100 عددهای مربعی هستن. ریشه 4 میشه 2 و ریشه 100 میشه 10. پس بنابراین اینها عضو اعداد گویا هستن. رادیکال 18 عضو کیو پریم. میگیم رادیکال 18 مربع کامل نیست، پس درسته، جزو اعداد گنگه. 0.6 یعنی 0. 0 عددهای حسابی هستش دیگه. توی عددهای صحیح و تو عددهای گویا هم داریمش. گفتیم که اینها زیر مجموعه کیو پریم نیستن، پس 0 نمیتونه عضو دسته کیو پریم باشه. کیو پریم کاملا برای خودش مجزا بود. رادیکال 25 صدم، اون رو اول کسرش میکنیم. 25 صدم هر دو تا عددهای مربعی هستن. ریشه این میشه 5 و ریشه این میشه 10. پس این عضو کیو پریم نمیتونه باشه به دلیل اینکه مربع کامله. این جوابش میشه -9. -9 جزو عددهای صحیح هستش. عددهای صحیح زیر مجموعی از کیو پریم نیستن، پس نمیتونه عضوی از کیو پریم باشه. 14. من اون رو به صورت کسر می نویسم. 4ش مربعیه ولی 10ش نیست، پس بنابراین این نمیتونه جزو عددهای گویا باشه. خب رادیکال 18 تقسیم رادیکال 2. در ابتدا ممکنه شما بگین رادیکال 18 مربع نیست و رادیکال 2 هم مربع نیست، پس بنابراین این عضو اعداد گنگه، در حالی که
شما باید اول اینها رو زیر یه رادیکال ببرین، اونهایی که میشه رادیکال هاشو یکی کرد. اول باید رادیکال هاشو یکی کنیم. 18 تقسیم بر 2 میشه 9 و به من یک عدد مربعی میده. پس ریشه دارم، پس این نمیتونه جزو اعداد گنگ باشه، پس میشه غلط. در ضمن اینکه تمام این عددهایی که در موردشون صحبت کردیم جزو مجموعه حقیقی یا آر هستن. نمایش مجموعه روی محور. این سوال خیلی مهمی هستش، تو تمام امتحانا میاد. سوال آسونیه ولی باید دقت داشته باشیم. خب اولا که اینجا وقتی که داره برای من عضوی رو مشخص میکنه باید حتما اینجا آر بنویسه. عددهای طبیعی، حسابی، ضد، گویا، گنگ به هیچ وجه نمیتونن در اینجا قرار بگیرن، چون ما اون رو به صورت پاره خط گفتیم نمیتونیم نشون بدیم و فقط تنها موردی که میتونه اینجا نوشته بشه x عضو r هستش که اون رو به صورت پاره خط میتونیم نشون بدیم. داره به من میگه که اعداد از -1 تا 2 هستن. خب من از -1 تا 2 رو مشخص میکنم، میشه اینجا از -1 تا 2. خب نکته بعدی باید توجه کنم که آیا خود -1 رو شامل میشه یا نه، چون اینجا علامت مساوی گذاشته پس -1 رو داریم. وقتی که علامت مساوی داره پس ما باید دایرمون رو تو پر کنیم. عدد 2 رو مساوی نذاشته پس ما دایرمون اینجا به صورت تو خالی باید باشه. قسمت بعدی روی محور به ما نشون داده و ما باید اون رو به زبان ریاضی تعریف کنیم. اول فقط باید بنویسیم x عضو r، از هیچ مجموعه دیگه ای نمیتونیم استفاده کنیم، به طوری که خب ببینید اینجا خط من محدود نشده. در قسمت بالا این x ها بین -1 تا 2 محدود شده بودن، برای همین x رو وسط بین دو تا عدد می نویسیم. ولی اینجا خط من از یک طرف بازه، بسته نیستش، یعنی تا بی نهایت مثبت ادامه پیدا میکنه. خب برای اینکه این رو بنویسم باید بنویسم x. خب عدد بعدی رو نگاه میکنم. عدد بعدی صفره. آیا صفر از -1 بزرگتره؟ بله. من یه صفر برای خودم اینجا می نویسم، میگم صفر بزرگتر از -1. خب برای اینکه حالا ببینم اینجا علامت مساوی رو باید بذارم یا نه، به این دایره باید نگاه کنم. اگر دایره تو خالیه اینجا نیازی به علامت مساوی نداره. این مثالی که من اینجا زدم رو بهش توجه داشته باشین. اکثر بچه‌ها برای گذاشتن این علامت مشکل دارن. نکته یادداشت کردم، فقط R رو روی محور با پاره خط میتوان نمایش داد. N، W، Z، Q و Q پریم رو به صورت پاره خط نمیتونیم رسم بکنیم. قسمت بعدی طرف دوم تساوی هستش که اجتماع اشتراک رو داره نشون میده. شما برای اجتماع همیشه مجموعه بزرگتر رو می نویسین. پس اگر از اجتماع داره از ما میپرسه مجموعه بزرگتر در جواب بنویسین، به شرط زیر مجموعه بودن، و اگر اشتراک داره میگه مجموعه کوچکتر رو می‌نویسیم. خب اول اجتماع ها رو جواب میدیم. n اجتماعش با z، n کوچیکه z بزرگه و چون n داخل z قرار گرفته و n زیر مجموعه z جواب بزرگتر خواهد بود. پس جواب اجتماع بزرگ. R اجتماعش با Q پریم. آیا Q پریم زیر مجموعه R؟ بله. R بزرگ است، Q پریم کوچیک است. پس جواب من R خواهد بود. Q اجتماعش با Q پریم. خب اینجا نمیتونم بگم کدوم بزرگه کدوم کوچیکه، اینها دو تا مجموعه مجزا هستن. میدونیم از اجتماعشون مجموعه اعداد حقیقی تشکیل میشه و این سوال مهم امتحانی هستش. خب میرسیم به بحث اشتراک. خب در بحث اشتراک گفتیم باید در جواب مجموعه کوچیک رو بنویسیم. n کوچیکه، z بزرگه، پس جواب n خواهد بود که مجموعه کوچیکتر هستش. خب باز Q پریم زیر مجموعه R هستش، برای اشتراک باید کوچیکه رو بنویسیم. این بزرگه، این کوچیکه، پس اینجا Q پریم رو خواهیم داشت. خب Q اشتراکش با Q پریم اشتراکی با هم نداشتن، تهی بود. مجددا اون شکلی که در اول درس توضیح دادم رو اگر شما بهش دقت بکنین، در این مستطیلی که ما کشیده بودیم اینجا Q بود، اینجا Q پریم بود. کاملا اینها مجزا هستن و از اجتماعشون دسته بزرگی از اعداد یعنی اعداد حقیقی به وجود میاد.
سوال بعدی در مورد تفاضل هست. شما تفاضل باید توجه به این داشته باشین که بزرگ رو داریم منهای کوچیک میکنین یا مجموعه کوچیک رو داریم منهای بزرگ میکنیم و اینکه آیا اشتراکی با هم دارن یا ندارن. پس به 3 تا مطلب باید شما توجه کنید. خب اول R رو دارم منهای Q میکنم. خب Q داخل R قرار گرفته. مجموعه بزرگ رو دارم منهای مجموعه کوچیک میکنم. من اگر این شکل رو باز مجددا داشته باشم، اینجا کیوه و اینجا کیو پریمه، اینجا آره. اگر از روی آر کیو رو برداریم کیو پریم برای من میمونه. اگر از روی آر کیو پریم رو برداریم کیو میمونه. باز مجموعه بزرگ داره منهای مجموعه کوچیک میشه. قسمت بعدی کیو منهای کیو پریم. خب مگه ما نمیگیم که بین این دوتا هیچ وجه اشتراکی وجود نداره، اشتراکشون توهی هستش. خب پس شما از روی کیو اگه کیو پریم رو بردارین چیزی برداشته نمیشه و کامل کیو باقی میمونه. به همین ترتیب کیو پریم اگر شما از روی کیو پریم که یه مجموعه کاملا مجزایی هستش کیو رو بردارین چیزی برداشته نمیشه و کیو پریم باقی میمونه. خب W منهای N یعنی عدد حسابی ها رو داریم منهای عددهای طبیعی میکنیم. مجموعه بزرگتر رو داریم منهای مجموعه کوچکتر میکنیم در ضمن که N داخل یا زیر مجموعه W هستش. میدونیم اختلاف اینها فقط توی صفر هستش. پس اون چیزی که برای من باقی میمونه صفره. ولی اگر اومدیم مجموعه کوچیک رو منهای بزرگ کردیم به شرط زیر مجموعه بودن، شما چیزی دیگه براتون باقی نمیمونه و به توهی میرسیم. اگر Z رو منهای W کنین یعنی صفر و عددهای مثبت رو از روی Z بردارین، تنها چیزی که برای شما باقی میمونه عددهای منفی هستن. اینجا نکات رو من یادداشت کردم. گفتم اگر بزرگتر منهای کوچکتر شود باید دید چیزی باقی میمونه یا نه. مثلا W رو که منهای N کردیم صفر باقی مون. اگه کوچکتر منهای بزرگتر میشه توهی میشه. اینها به شرط زیر مجموعه بودن هستش. مورد سوم مورد کیو پریم هستش که شما از روی کیو اگه کیو پریم رو بردارین هیچ اتفاقی نمیفته. از روی کیو پریم هم اگه کیو رو بردارین چیزی از این کم نمیشه. و آخرین مطلب، تنها عددی که میتونه با گنگ کنارش قرار بگیره اعداد حقیقی هستن، چون که گنگ فقط زیر مجموعه اعداد حقیقی هستش.